سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان و همراهان عزیز کانال مگا پروگرامر. خوش اومدید به این جلسه از دوره سی پلاس پلاس مقدماتی. همونطور که از تیتر مشاهده میکنید قرار درباره ساختارهای تکرار و به خصوص حلقه فور با همدیگه صحبت کنیم، ببینیم که این حلقه چیه، کجاها کاربرد داره و ما چجوری میتونیم از اون استفاده کنیم. قبل از اینکه وارد درس بشیم خوشحال میشم که با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. لینک کانال تلگرام هم داخل دیسکریپشن میذارم، حتما اونجا هم عضو بشید تا از اخبار برنامه نویسی و کانالمون اطلاع داشته باشید. خیلی ممنونم. بریم برای شروع درس. اول از هر چیز بریم حلقه ها رو با هم دیگه تعریف کنیم، ببینیم که این حلقه یعنی چی. حلقه ها ساختارهایی هستند که می توانند تعدادی از دستورها را به تعداد معین یا نامعین تکرار کنند. یه مثال ساده بخوایم بزنیم، مثلا ما میخوایم بیایم اعداد 1 تا 100 رو چاپ کنیم. به نظرتون کار درستیه بیایم دونه دونه اینا رو بنویسیم و چاپ کنیم؟ خیلی صفحه کدمون شلوغ نمیشه؟ خودمون خسته نمیشیم؟ 100% خسته میشیم و وضعیت بدی پیدا میکنه صفحه کدمون. برای همین میایم از حلقه استفاده میکنیم. پس حلقه یک دستوریه که برای ما میاد از تکرار جلوگیری میکنه. وقتی یک دستوری رو میخوایم چند بار پشت سر هم اجرا کنیم، با استفاده از حلقه اون رو اجرا میکنیم که نخوایم چند بار پشت سر هم اون رو داخل کد بنویسیم. حالا جلوتر مثال با هم حل میکنیم و بیشتر آشنا میشیم. حلقه ها توی سی پلاس پلاس 3 نوع دارند، یا فورن، یا وایلن، یا دو وایلن. توی این جلسه میخوایم حلقه فور رو با هم بررسی کنیم که مهمترین حلقه توی سی پلاس پلاس هست و خیلی هم پرکار برده. یه نکته دیگه این که گفته حلقه ها دستورها را به تعداد معین یا نامعین تکرار میکنند. این یعنی چی؟ معین یعنی این که ما دقیقاً به حلقه دستور میدیم که چند بار تکرار بشه، 10 بار، 100 بار، 1000 بار. اما نامعین اینطوریه که ما نمیگیم دقیقاً چند بار تکرار بشه، میگیم مثلا تا این نقطه رسید تکرار بشه. مثلا تا یه ایف تعریف میکنیم، میگیم اگر این متغیر برابر با این متغیر شد تا اینجا این حلقه تکرار بشه. به میگن نامعین. اون حالتی که میدونیم چند بار قرار تکرار بشه میشه معین. خب بریم سراغ حلقه فور. یکی از قدرتمندترین و پرکاربردترین دستورات در زبان سی پلاس پلاس حلقه فور است که برای ایجاد تکرار معین از آن استفاده میکنیم. ببینید دوستان، از حلقه فور برای تکرار نامعین هم میتونیم استفاده کنیم، مشکل نداره. اما معمولا نامعین ها رو با وایل و دو وایل انجام میدیم و معین ها رو با حلقه فور. این حلقه فور از همه پرکاربردتره و فکر میکنم برنامه‌ای نباشه که ازش استفاده نکنیم. خیلی مهمه. حالا ببینیم که این حلقه فور چجوری نوشته میشه. این قسمت که بالا مشاهده میکنید ساختار حلقه فور هستش که برای نوشتن و استفاده از اون از کلیدواژه فور استفاده میکنیم. جلوی فور یک پرانتز باز میکنیم که این پرانتز به 3 قسمت تقسیم شده و هر قسمت با قسمت بعدیش با استفاده از یک سیمیکالن جدا شده. دقت کنید به اینجا. و بعد از این پرانتز یه آکولات باز و بسته شده و یک سری دستورات رو ما اینجا به دلخواه می نویسیم. این دستوراتی که اینجا نوشته میشه دستوراتی هست که قراره تکرار بشه. ببینید توی این قسمت اول داخل پرانتز ما میایم یک مقداردهی اولیه به شمارنده حلقه میکنیم. شمارنده حلقه چیه؟ یک متغیره که برای ما میشماره 1 2 3 4 میشماره دیگه، چیز خاصی نداره. ما به اون یک مقدار اولیه باید بدیم، مثلا میگیم 0 1 یا مثلا 10. این مقدار اولیه یعنی چی؟ یعنی از اون عددی که ما بهت دادیم شروع کن به شمردن. از 1 بریم
از 1 میشماره، از 0 بدیم از 0 میشماره، از 10 بدیم از 10 میشماره. بعد میریم سراغ قسمت دوم، سیمیکالن میذاریم، وارد قسمت دوم میشیم. قسمت دوم شرط پایان حلقه است. ما اومدیم یک مقداردهی اولیه کردیم، میایم اینجا یک مقدار پایانی مشخص میکنیم. مثلا میگیم 100. اینجا به عنوان مثال از 1 شروع کردیم، یا نوشتیم شرط پایان حلقه رو 100 نوشتیم، یعنی اینکه تا 100 برای ما برو بشمار 1 2 3 4 5 تا مثلا 100. سومین بخش از اون پرانتز گام حلقه است. گام حلقه مشخص میکنه که ما چند تا بشماریم. معمولا یکی یکی میشماریم، اما خب اینجا باید مشخص کنیم که چند تا میخواد شمرده بشه. به عنوان مثلا اینجا رو اگه بدیم 1 مقدار اولیه رو، شرط پایان هم بدیم 10، اینجا اگه گام رو 1 بذاریم برای ما 1 2 3 4 5 6 تا 10 رو میشماره. اگر گام رو 2 بذاریم 2 تا میشماره، یعنی 1 3 5 7 9. این قسمت هم که گفتم دستورات هستش. توی دستورات اون چیزایی که ما میخوایم تکرار بشه رو مینویسیم، توی این آکولات میذاریم. یه نکته‌ای، اگه فقط یک دونه دستور باشه میتونیم از آکولات استفاده نکنیم، اما اگر بیش از یک دستور موجود باشه داخل بدنمون باید حتما آکولات ها رو بذاریم. اینجا هم یک توضیحاتیه که درباره همین قسمت 1 2 3 داده شده. خب یه مثال با همدیگه ببینیم. توی این قسمت اومده فور رو نوشته و اینجا داخل پرانتز در قسمت اولش اومده مقداردهی اولیه رو به شمارنده انجام داده. یک متغیر از نوع اینت با اسم آی تعریف کرده و مقدار اولیه‌اش رو 1 گذاشته. مقدار پایانی رو بچه‌ها دقت کنید به این صورت می‌نویسن. مثلا گفته آی کوچکتر مساوی 10، یعنی آی هایی که از 10 کوچکترن یا با 10 مساویان. اینجا هم گفته آی پلاس پلاس. آی پلاس پلاس یعنی گام حلقه یکی یکی بره بالا. ببینید با هم دیگه، حلقه‌ای با 10 تکرار با شمارنده سعودی، یعنی از 1 شروع میکنه تا 10 میره و گام های حلقه یکی یکی یه دونه اضافه میشه. حلقه بعدی چیه؟ اینجا اومده مقدار اولیه رو 10 تعریف کرده و گفته که مقدار پایانی باید بزرگتر مساوی 1 باشه و شمارنده آی انگار منفی یا آی ماینز که میشه یکی یکی باید کم بشه. یعنی این حلقه رو اگه بخوایم در نظر بگیریم شمارندش رو میشه 10 9 8 7 تا 1. پس شد حلقه‌ای با 10 تکرار با شمارنده نزولی، داره کاهش پیدا میکنه، نزولیه، قبلی صعودی بود. این حلقه چی میگه؟ اومده یک متغیر تعریف کرده واسه شمارنده، مقدار اولیه رو 0 گذاشته، اما توی قسمت دوم فقط گذاشته 1. این یک حلقه بی نهایته، بی نهایت بار تکرار میشه. ببینید حلقه با تکرار بی نهایت. وقتی ما یه دونه 1 خالی بذاریم یعنی این تا ابد ادامه پیدا میکنه، بی نهایت بار تکرار میشه. یه دستوری داخل حلقه ها هست، حالا بعدا بهش میرسیم، میگن بریک. داخل دستور سویچ کیس هم ازش استفاده کردیم. با استفاده از اون دستور بریک میتونیم از حلقه بی‌نهایت خارج بشیم. کارو جلوتر بررسی میکنیم. این حلقه اومده مقدار شمارنده رو، مقداردهی اولیه‌اش رو 0 گذاشته و مقدار پایانی هم 0 قرار داده. این یعنی این حلقه هیچ تکراری نداره. پس 1 یعنی همیشه تکرار بشه، بی نهایت تکرار بشه، 0 یعنی اصلا تکرار نشه. این معمولا از این دو تا حلقه ما استفاده نمی کنیم، اما خب واسه اینکه با مفهومش آشنا بشید اینجا آوردم که ببینید 0 و 1 چی کار میکنه.
خب یه مثال دیگه با هم ببینیم. اینجا اومده خب بدنه تابع اصلیمونه، ما با همین حلقه فور اینجا کار داریم. حلقه فور اینه و دستوری قرار تکرار بشه خط پایینشه cout i and l. چون یه دونه دستور داخل براکت نذاشته، اگه بیشتر از یک دستور بود، یعنی بیشتر از یک خط دستور بود، حتما باید براکت باز و بسته اینجا برای این دستور میذاشت. بیایم حلقه رو با هم بررسی کنیم. یک شمارنده تعریف کرده، اسمش رو گذاشته i، گفته از یک شروع بشه تا i کوچکتر مساوی 10، یعنی از 1 تا 10. و گام حلقه رو هم i پلاس پلاس گذاشته، یعنی یکی یکی زیاد بشه. یعنی حلقه چیکار میکنه؟ میگه 1 2 3 4 5 6 تا 10. هر بار که این حلقه یکی رو میخواد بشماره، یک عدد بهش اضافه بشه، یک بار میاد این دستور پایین رو اجرا میکنه. حالا دستور اینجا سی اوت میاد آی چاپ میکنه. ببینید چیکار میکنه. مقدار اولیه یکه، یک آیا کوچکتر یا مساوی 10؟ میگیم بله. یک بار میاد این خط پایین رو چاپ میکنه، اجرا میکنه، یعنی سی اوت آی اند ال، آی رو چاپ میکنه، یه خط میره پایین تر. بعد میاد یک تونه به آی اضافه میکنه، آی پلاس پلاس. آی اینجا شده 2، اول 1 بوده اما اینجا که ما بهش یه دونه اضافه کردیم شد 2. میاد 2 رو دوباره داخل شرط بررسی میکنه، میگه آیا 2 کوچیکتر مساوی 10؟ میگه بله. دوباره میاد این دستور رو چاپ میکنه، اجرا میکنه، سی اوت آی اند ال. اینجا آی شده 2، دفعه قبلی آی 1 بود. آی رو چاپ میکنه که 2 باشه، دوباره یه خط میره پایین، این اند ال یعنی برو خط بعدی. دوباره یه دونه به آی اضافه میکنه، میشه 3. این دستور اجرا میشه تا میرسه به 10. 10 هم چاپ میکنه. وقتی 10 که چاپ شد اومد آی رو به پلاس پلاس کنه، میاد توی شرط بررسی میکنه، میگه آیا آی کوچکتر مساوی 10؟ میبینه نه، آی 11 و کوچکتر مساوی 10 نیست. اونجاست که حلقه تموم میشه و ادامه برنامه چاپ میشه، اجرا میشه. بخوایم خروجی این کد رو هم ببینید، به این شکله. اومده اول که آی 1 بوده آی رو چاپ کرده، بعد یکی اضافه شده 2 رو چاپ کرده، همینطور خط بعدی 3 4 5 تا 10. دیگه آی که 11 شده شرط برقرار نبوده و از حلقه خارج شده. خب واسه اینکه بهتر با مفهوم حلقه آشنا بشیم، یک تمرین با هم حل کنیم. برنامه‌ای بنویسید که مقدار n را از کاربر دریافت کرده، سپس مجموع و میانگین اعداد 1 تا n را محاسبه و چاپ کند. بریم حلش کنیم با هم. خب بریم که تمرین رو حل کنیم. از قبل من کتابخونه‌های مورد نیاز رو اینجا نوشتم، آیوستریم، این کنیو.h و این یوزرنیم اسپیس استودیو، این هم بدنه تابع اصلی. حالا میخوایم خود تمرین رو بیایم با هم بنویسیم. تمرین میگفتش که برنامه‌ای که مقدار n رو از کاربر دریافت کرده، سپس مجموع و میانگین اعداد 1 تا n رو محاسبه کنه. پس ابتدا ما باید بیایم یک مقدار n رو از کاربر بگیریم. میایم یک پیام واسه کاربر چاپ میکنیم، cout، به کاربر میگیم که مقدار n رو وارد کن، enter n سیمیکالن. حالا مقدار n رو تعریف میکنیم از نوع int، میگیم int n. حالا وقتش رسیده که از دستور cin استفاده کنیم و مقداری که از کاربر میخواستیم رو بگیریم. خب تا اینجای کار اومدیم n رو یک پیام واسه کاربر تعریف کردیم که n رو وارد کنه، n رو تعریف کردیم و از کاربر دریافتش کردیم. حالا یه مقدار سام تعریف میکنیم و اون رو برابر با 0 میذاریم.
سام به معنای جمع هستش. گفته بود که بیایید مجموع اعداد 1 تا n رو هم به دست بیارید. ما یه متغیر به نام سام تعریف میکنیم، اونو مقدار دهی اولیش رو برابر با 0 میذاریم. سام یک ظرف خالیه که قراره بیاد برای ما مجموع اعداد 1 تا n رو جمع کنه. خب حالا ما بیایم با استفاده از یک حلقه فور مقدار 1 تا n رو جمع کنیم و توی سام بریزیم. پس یه حلقه تعریف میکنیم for پرانتز باز و بسته. اینجا میخوایم بیایم شمارنده تعریف کنیم. یه شمارنده از نوع int به اسم i تعریف میکنیم و مقدار اولیه اون رو برابر با 1 میذاریم. با استفاده از سیمیکالن میریم بخش بعدی. اینجا میایم مقدار پایانی حلقه رو مشخص میکنیم. ما گفتیم از 1 تا n شمارش بشه، جمع بشه با هم دیگه. پس شمارنده ما باید i کوچیکتر یا مساوی n باشه. گام حلقه چی؟ با استفاده از سیمیکالن میریم قسمت بعدی. میخوایم یکی یکی اضافه بشه دیگه، از 1 تا n جمع بشه. پس میذاریم i پلاس پلاس. خب حالا میخوایم که اون مقادیر توی ظرف سام ریخته بشه. میگیم سام مساوی میشه با سام مساوی بشه با سام به اضافه آی. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر بار مقدار قبلی رو با آی جمع کن و دوباره همون رو داخل سام ذخیره کن. یه تب بزنم که این بیا جلوتر مشخص بشه برای این فوره. ببینید چون اینجا یک دونه دستور بود دیگه من نیومدم از براکت استفاده کنم، یه فور نوشتم و همون دستور رو اونجا قرار دادم. پس الان میاد سام رو با مقدار آی جمع میکنه و داخل سام دوباره اونو ذخیره میکنه. حالا باید بیایم مقدار میانگین هم که خواسته شده بود رو به دست بیاریم. یک فلوت، چون مقدار میانگین ممکنه اعشاری بشه از فلوت استفاده میکنیم. یه فلوت به اسم average یا همون میانگین میایم تعریف میکنیم و مقدار اون رو برابر میذاریم با چی؟ میانگین یعنی چی؟ میانگین یعنی مجموع اعداد تقسیم بر تعدادشون. مجموع که میشد سام تقسیم بر تعداد چیه؟ n. ما اینجا اومدیم میانگین رو هم به دست آوردیم با این دستور سیمیکالن. حالا وقتش رسیده این چیزایی که به دست آوردیم، این سام و اون اوریج یعنی مجموع و میانگینی که به دست آوردیم رو به کاربرمون نشون بدیم. یک دستور سی اوت می نویسیم. سی اوت میگیم که مقدار سام یا همون مجموع مساوی میشه با، حالا داخل این قسمت خود سام رو می نویسیم. حالا خط بعدی بریم end l و میگیم که مقدار میانگین یا همون average مساوی میشه با خود average هم اینجا می نویسیم و سیمیکالن. ما اومدیم با این خط دستور مقدار سام و مقدار average رو هر کدوم داخل یک خط به کاربرمون نمایش دادیم. حالا بیایم تست کنیم برنامه رو ببینیم که درست نوشتیم. میگه که یک مقدار n تعریف کن. n رو چند بدیم؟ میگیم 3. اینتر میزنیم. سام برابر با 6 یعنی مجموع برابر با 6
و میانگین برابر با 2. ما اعداد 1 2 3 رو با هم جمع کنیم میشه 6 و اگر از اون میانگین بگیریم میشه 2. یه بار دیگه برنامه رو اجرا کنیم. مثلا این بار بیایم بدیم 10. ببینید مجموع شد 55 و میانگین اون اعداد هم میشه 5. این هم از یک مثال برای یک تمرین برای حلقه. خب دوستان برای این جلسه کافیه، دیگه ویدیو بیشتر از این طولانی نشه. اگه سوالی چیزی بود حتما داخل نظرات بپرسید. داخل کانال تلگرام هم که لینکش داخل دیسکریپشن هست حتما تمرین‌های بیشتری از حلقه میذارم، اونا رو هم دنبال کنید. اگر سوالی چیزی هم بود حتما تو قسمت نظرات با ما در میون بذارید. نظر، پیشنهاد، هر چی بود با ما در میون بذارید. خیلی ممنونم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.